چیزی از سوپر نمیخوای عزیزم؟ نه. وای، سالگرد ازدواجمون سجاد، عاشقتم. آتنا کارا امروز تو شرکت خیلی زیاده، مجبورم اضافه کاری وایستم. امشب یکم دیرتر میام. خوبی تو؟ آره خوبم. حالا که واسه سالگردمون برنامه داره، پس بذار من امشب سورپرایزش کنم. الو، سلام عزیزم، خوبی؟ مامانم اینو فردا مهمون دارم، من امشب برم خونشون بمونم یکم کمکش کنم. آره عزیزم، چرا نری؟ برو قربونه، سلام منم برسون بهش. باشه عزیزم، خدا. وای مرسی عشقم، خیلی دوستش دارم. کاری نکردم که. راستی آتنا امشب میره خونه مادرش. چقدر خوب. آخ خالم میاد. سورپرایز. مگه تو نرفتی خونه مامانت؟ میخواستم سورپرایزت کنم، خوشحال نشدی؟ تو که میدونی من از این کارا خوشم نمیاد. لطفا دیگه تکرارش نکن. حتما دیگه امروز کادوشو میده بهم. من رفتم. کار نداری؟ کجا؟ یعنی چی کجا؟ سر کار. اصلا حواست هست من دیشب سورپرایزت کردم، تشکر از من نکردی. ممنون، دمت گرم. ولی بهت گفتم که من از این سورپرایزا خوشم نمیاد. برات مهم نبود که یک کلمه بپرسی مناسبتش چی بوده؟ نه تولد من بوده نه تولد تو بوده. چی بوده مناسبتش؟ هیچی، همینجوری بود. من رفتم. خداحافظ. میگم اصلا حالم خوب نیست، میای خونم یکم با هم حرف بزنیم. آره بهت میگم. باشه. خداحافظ. اصلا